عشقا سلام. حتما خیلی شنیدید که ایرانی‌ها باهوش‌ترین آدم‌های دنیا هستن و ما آدم‌های خیلی باهوش تو سطح دنیا هستیم. ولی تحقیقات آکسفورد نشون میده که نه، این یه دروغ بود و ما اومدیم از روی تحقیقات آکسفورد ببینیم که وضعیت هوشی مردم کشورمون چه جوریه و تو چه رنکینگی قرار داریم. البته خودم زیاد به این رنکینگ اعتماد ندارم، چون مطمئنم که سطح هوشی بچهای ما و هموطنهای ما خیلی بیشتر از این حرفایی که توی این تحقیق گذاشته. ولی خب حالا با هم بریم ببینیم که توی تحقیقات آکسفورد رنک هوشی ما چنده. و اولش هم با نپال شروع میشه و پایین‌ترین سطح هوشی رو دارن که اصلا یه عدد فاجعه باری مثلا نمیدونم مثلا داریم همچین سطح هوشی توی دنیا. واقعا آدمای کنزهی میتونن باشن نسبت به بقیه دنیا. در ادامه توگو، مالی و هندوراس و این معمولا کشورهای آفریقایی احتمال داره مثلا معیار اینا یه معیاری باشه که به کشورهای توسعه یافته و صنعتی مربوط میشه. مثلا تو معیارش امکان داره بگن آقا کار با کامپیوتر و مثلا سوالات اینجوری توش به کار ببرن که مثلا توی کشورهایی که عقب افتاده ترن اینا مطمئنا خب سطح هوشیشون پایین‌تر میشه. ببینید معیارهای این تحقیق چی بوده که همچین امتیازی رو گذاشته. تو من خودم یادمه که تو دوران مدرسه که از همکلاسی‌ها تست هوش میگرفتن، حداقل معدل اون دوران معدل هوشی اون دوران ما خیلی بیشتر از این چیزی بود که توی اینجا واسه ایران گذاشته. البته خب باید بدونیم که سطح هوشی دهه 80 نسبت به دهه‌های قبل اومده پایین‌تر، به خاطر اینکه سطح هوشی ما از دو وجه IQ و EQ تشکیل داده شده که EQ اکتسابی و ذاتی نیستش و ما این قسمت توی دهه 80 از دست دادیم. حالا ما ببینیم که تو آینده چه اتفاقی واسه همون میفته. ولی خب همه فکر میکنن که دهه 80 خیلی باهوشن و خیلی لولشون بالا. خب اینم آپدیت تست هوشی 2023 که میبینیم که چقدر سطح هوشی کشورمون نسبت به اون چیزی که خودمون تصور میکردیم و توهمش رو داشتیم پایین‌تره. توی آخرای رنگ 138 تا 137 هم سوریه رو میبینیم، تانزانیا، جامائیکا، آنگولا. انگار مثلا تو هر رتبه بندی اینا رو ساختن که حتما ته جدول باشن و یه طوری کشورهای خاص همیشه صدر جدول باشن. ایندیا رو میبینیم، هند، همون ایجیپت یا مصر، سعودی عربیا، اوگاندا، بولیوی، ماداگاسکار، کوموروس. آخرمون نفهمیم کوموروس کجاست. تو همه رتبه بندی هم این کوموروس هستش. فلسطین، الان مثلا فلسطین با اسرائیل کلی فاصله داره. خب که یک کشور قاطی پاتی اند، چجوری مثلا اونا کم هوشن این اسرائیلیا خیلی باهوشن؟ اتفاقا ما میدونیم که اسرائیلیا چون همشون ازدواج خانوادگی زیاد انجام میدن سطح هوشی خیلی پایینی دارن. نمیدونم حالا چرا توی این رنکینگ امتیازشون بالا گذاشته، یا اینکه مثلا توی از نظر علمی و توی سطح دانشگاهی و تحقیقات اینا ترکیه یا خیلی سطح هوش پایینی دارن. تو هوش نمیدونیم بگیم ولی علمشون خیلی پایینه توی حد دانشجویی. ایران عزیزمون این رنک 109 با IQ معدل 80 که من مطمئن نمیدونم اشتباهه. یعنی مثلا ما کشور قطر و لیبی و اینا هم پایین‌تریم. حالا بگذاریم که ما خیلی نخبه داریم، کل دنیا یه سری کارهای بزرگ که هر کی میکنه واسه ایرانی بوده و از ایران رفته و با این همه تحریم، با این همه مشکلاتی که داریم همیشه تو هر موضوع حداقل تو تاپ 10 بودیم، چه تو حوزه نظامی، چه تو حوزه ریاضیات، هر حوزه‌ای که بگید ما تو تاپ 10 بودیم. حالا نمیدونم رو چه حسابی ما رو حتی کمتر از افغانستان هم گذاشتن سطح هوشیمون که من مطمئنم که تست کاملا اشتباهه. ولی خب ما به خاطر اینکه یه سورسی داشته باشه این آماری که کلیپ که درست کردیم، آماری که میخوایم بدیم، از تحقیقات آکسفورد استفاده کردیم. امیدوارم که شما هم روی این قضیه زیاد حساس نباشه، نظر خودتون رو بدید ببینیم که آیا ما واقعا IQمون 80 و رنکمون 109 توی دنیا یا اینکه نه خیلی بیشتره. می‌بینیم که خیلی کشورهایی که اصلا اثری ازشون توی دنیا نیستش، اسم و رسمی ندارن، هیچ مقوله علمی پیشرفتی ندارن، اسمی ازشون نمی‌بینیم، سطح IQشون رو توی این نظرسنجی اما بیشتر گذاشتن. حالا خودتون قضاوت کنید ببینید که
آیا ما همچین جایگاهی داریم یا اینکه این جایگاه رو به ما چسبوندن؟ رتبه 60 بوتان رو میبینیم، کاستاریکا، بوسنی هرزگوین، ارمنستان، تایلند، قزاقستان، ازبکستان، عراق رو میبینیم. یعنی عراقی ها مالی ما خودمون دیگه بالاخره این کشورها رو با آدماشون رفت آمد داشتیم، میدونیم. افغانستانی ها که مثلا عزیزن، عراقی ها که کشورهای عربی دور اطراف باهاشون بالاخره معاشرت داشتیم، واقعا میدونیم که سطح هوششون چقدر نسبت به ما پایین تره، ولی خب دوست داشتن که ما رو اونجا کنیم. شما می‌دونیم مغرضانه بدونیم این تست هوش ها. مثلا الان اسرائیل گوشن معدلش 92، حالا مثلا با یکیش با فلسطینیا قاطیه. مثلا از همون اول اسرائیلی و کنزنت بودن معروف بودن به خاطر ازدواج تو در تو فامیلی که داشتن، فقط دوست داشتن که خون خودشون تو جریان باشه. کم کم داریم دیگه به کشورهایی میرسیم که توی حوزه‌های علمی اسم برای خودشون دست و پا کردن و حداقل میدونیم که توی زمینه‌های علمی حداقل تو هر یه رشته‌ای یه برتری دارن نسبت به اون اول رنکینگ که ما رو گذاشته بودن و سطحمون خیلی پایین بود. حداقل میدونیم که جایگاهمون از نظر علمی اینجاست. میشه این کشورهای تراز اوله، نه اون که اونجا ما رو بذارن ته جدول و بعد بگن که آقا ما تحقیقات آکسفورد انجام دادیم و نظرسنجی کردیم، کلی تحقیق هم دادیم که مثلا فهمیم آیکیوشون نمیدیم. حالا میتونیم بداریم دشمنی که با ما دارن و بعد کره شمالی این رو 21 کنارش یونایتد کینگدوم، سوئیس، مجارستان، استرالیا، کانادا. نمیدونم که مثلا ما می‌بینیم استرالیا و کانادا بیشتر مهاجر پذیرن، منظورش آدمای بومیش بوده یا اینکه همه‌شون بوده، نمیدونم قضیهش چیه. هلند و جرمنی و مثلا کشورهای دیگر رو می‌بینیم، فنلاند، بلاروس. همیشه هم تو همه رنک بندی‌ها کره و چین و هنگ کنگ و سنگاپور و ژاپن اولن. حالا نمیدونم تو هر قضیه‌ای. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. رنک بندی‌های دیگه هم داریم تو پیج، برید نگاه کنید ببینید. امیدوارم خوشتون بیاد، مخصوصا پاسپورت ها رو